خب دوباره سلام. توی ویدیوهای قبلی که لینکش رو میذارم این بالا، قسمت اول این ویدیو بهتون گفتیم که یه سری غذاها رو با هم دیگه اگه بخورین یا نخورین خوبه یا بده، دلیلش چیه. یه سری غذاها ممکنه معده رو اذیت بکنه برای کسایی که معدهشون ضعیفه. بعد داشتم فکر میکردم، گفتم شاید خوب باشه یه ویدیو هم بذارم و بگم که چه غذایی رو با هم دیگه بخورین یا نخورین که باعث بشه ویتامین اون غذا یا محتویاتش بهتر جذب بدن بشه یا اصلا کلا خاصیتش رو از دست بده. اگر کمخون هستین و یا کمبود آهن دارین مثل خود من و قرص آهن میخورین، هیچ وقت جیگر یا اسفناج یا هر چیزی که هر غذایی که آهنش بالاه رو با لبنیات نخوریم، با ماست نخوریم، با دوغ نخوریم. ما تو ایران جیگر رو با ماست میخوریم، پشت‌بندش دوغ میخوریم، ماست رو با اسفناج قاطی میکنیم، بورانی درست میکنیم میخوریم که این کلا خاصیت آهن اون اسفناج یا اون جیگر رو، اون خاصیت خونسازیشو از بین میبره. اگه میخواین آهن بهتری جذب بدن، آهن اون غذا بهتر جذب بدنتون بشه، اینا رو خالی بخورید. یا اگه قرص آهن میخورین، صبح به صبح قرص ویتامین C هم باش بخورین. یا اگه دوست ندارین قرص بخورین، یه لیوان آب پرتقالی، یه دونه خود پرتقال بخورین، چون ویتامین C باعث میشه که آهن بهتر جذب بدن بشه. اگه کمبود کلسیم دارین، چون میدونید هرچی سن بیشتر بالاتر میره، کلسیم غذاها مثل شیر کمتر جذب بدن میشه و برای همین توی سن بالا استخوان‌ها شروع میکنه به درد گرفتن. برای اینکه کلسیم بهتر جذب بدن بشه، کلسیم رو با ویتامین D بخورین. صبح یه قرص ویتامین D بخورین یا نور آفتاب بگیرین، تو آفتاب برین، یا شیری که میخرین نگاه کنین که روی شیرش ویتامین D اضافه شده باشه. این کار رو میتونین بکنین که این آهن یا کلسیم بهتر جذب بدنتون بشه. امیدوارم که این اطلاعات هم به قول معروف قابل استفاده بوده باشه براتون. من نمیدونم دیگه دارم چی میگم، برم ورزشم بکنم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.